خیلی از ما وقتی صحبت از بزرگسالان دارای اوتیسم میشه، ناخودآگاه به این فکر میکنیم که اونا دنیای خودشون رو دارن و مسائل مربوط به روابط عاطفی یا جنسی نمیتونه اولویت و یا دغدغه اونا باشه. اما واقعیت اینه که اونا هم مثل ما حق دارن یه رابطه با کیفیت رو تجربه کنن. مشکل اینجاست که به دلیل تفاوت توی درک نشانه‌های اجتماعی، اونا توی موقعیت‌هایی قرار میگیرن که میتونه باعث آسیب خوردن بهشون و یا سوء تفاهم‌های تلخ بشه. ما امروز می‌خوایم در مورد یک ضرورت صحبت کنیم که میتونه زندگی اونها رو متحول کنه. بدن من، قانون من. ببینید، برای اینکه یک فرد دارای اوتیسم بتونه امنیت رو توی روابطش تجربه کنه، ما باید 5 تا اصل رو با اونها تمرین کنیم. اولین مورد مرزهای شخصی. اون باید بدونه که حریم عمومی اون کجاست و حریم خصوصی اون کجاست. دوم، مفهوم رضایته. باید بدونه که قبل از هر تماسی باید با همدیگه با طرف مقابل به توافق برسن. سومی، ایمنی در فضای آنلاینه که خیلی حیاتیه و باید بتونه از اطلاعات شخصیش توی فضای آنلاین محافظت کنه. چهارمین مورد، تشخیص روابط سالم از ناسالم. و پنجمین مورد که خیلی خواسته این عزیزانه، مدیریت کردن حساسیت‌های حسیه. اونا باید بدونن که لمس شدن نباید براشون آزاردهنده باشه و حق دارن قبل از هر گونه رابطه فیزیکی با همدیگه به توافق برسن. حالا چطور اینها رو پیاده کنیم؟ لازم نیست خیلی تئوری و کتابی صحبت کنیم. 3 تا تکنیک ساده است که از همین امروز میتونین آموزشتون رو شروع کنین. اول، تمرین پرسش و پاسخ رضایته. یعنی بدونن که باید بدون خجالت سوالشون رو بپرسن. آیا موافقی که دستتو بگیرم؟ و اینو برام به آموزش داده بشه که نشنیدن و نگفتن اصلا چیز بدی نیست. دومین مورد، پروتکل فرد ایمنه. همین الان بشینین و با هم دیگه 3 تا مکان ایمن و 3 تا فرد ایمن رو براش لیست کنید که اگر توی موقعیتی قرار گرفت که براش ناراحت کننده بود، 3 تا راه حل رو بعد انجام بده. اول، نبگه. دوم، فوری اونجا رو ترک کنه. و سوم، به اون فرد ایمنش اطلاع بده. سومین مورد، اعتبار دادن به حساسیت‌های حسیه. یعنی اگر اون تماس فیزیکی براش ناراحت کننده بود، همونجا بتونه نبگه و خودشو عقب بکشه و این یعنی احترام به بدن خودش. در نهایت اینو یادتون باشه که آموزش دادن به بچه‌های اوتیسم به معنی تشویق اونها به رفتارهای پرخطر نیست. اتفاقا برعکس، آگاهی دادن بزرگترین محافظ این عزیزانه. پس بیاین به جای ترسیدن از آموزش دادن، با آموزش‌های درست به اونها عزت نفس و قدرت انتخاب بیشتری بدیم. اگر این دسته از اطلاعات براتون جالب بود، میتونیم با سر زدن به سایت اوتیسم کرمان نسخه الکترونیک سالنامه کلام اوتیسم رو دانلود کنید و اطلاعات بیشتری کسب کنید.